میشه سیگار نکشی؟ چی گفتی؟ سیگار نکش. چرا نمیشنوی؟ آروم نمیتونم با آدم کت رابطه باشم. نرو بابا میشنوم. الان فهمیدم چی گفتی. عرب نرو. شما چند سالتونه؟ 20 سالتونه؟ آره. بعد توی اینستا که من شما رو دیدم قیافه واقعیتون خیلی بهتره اینستاتونه. چه چی بگم؟ میگم اینستاتون واقعیتتون خیلی بهتره اینستاتونه. چند سالتونه شما؟ 20 دیگه گفتیم 20. بعد چه خوب. بعد شما شغلتون جسارتاً چیه؟ یعنی شغل خیلی خوبی داریم، ناخن کاری و اینا. بعد اینکه این ناخنای مردم واکس میزنین، چیز میکنین، ناخناشون رو درست میکنین. واکس چیه؟ نمیدونم، سوهان کشیه اینا. سوهانه. بعد تو سالن کار میکنین یا خونه چیز میکنین؟ خونه دارین؟ تو خونه‌تون کار میکنین؟ تو سالن. تو خونه سگ کار میکنه. نه جسارت نباشه، سوال پرسیدم. خب نداره. الان چه تایم دارین دیگه بریم بیرون یه کافه یه دوری بزنیم؟ آره بریم دور بزنیم. احساس میکنم من خیلی بدتون میاد یه جوری با اون صحبت میکنیم. چرا من بدتون میاد؟ پسر ببخشید معیارای شما برای رابطه چیه؟ میخوام ببینم خط قرمزایی که دارین چیه، من رو اون خط قرمزاتون نرم. بگو من اینو ضبط میکنم. بگو دوستان ما داریم کلیپ میگیریم. ببخشید بفرمایید معیاراتون چیه برای رابطه؟ میگه نمیدونم چی بگم. یارو باید کسخل باشه، باحال باشه، آدمو بترسونه. ما داشتیم کلیپ میگرفتیم برای اینکه دیگه ایشون اولین بار داره کلیپ میگیره، ولی میگه نمیدونم چی بگم. خب اب نداره. حالا مثلا یه خط قرمزایی که داری برای خودت، اون خط قرمزات چیه؟ مثلا نگه مثلا زود بیا بریم خونمون بشینیم عرق بخوریم. اینا رو نگه دیگه. بشینیم عرق بخوریم. زشته دیگه، زشت نیست. چرا؟ خب واقعا زشته. دفعه دوم میگم. نه هیچ وقت نباید بیاد. خود دختر رو دور بزنم. دور بزنم همونطور من آفرودم برم بالا. خب حالا مثلا دفعه اول خود نمیگم برای خونه و اینا، ولی دیگه دفعه دوم سوم که میتونم بگم. هیچ وقت نباید بگم. یعنی چی هیچ وقت نباید بگی؟ خب بالاخره آدم با دوست دخترش نمیتونه بره خونه، یه دو مشروب بگیره، دختره رو بگیره ببره خونه. چرا باید دختر مردم بیاد خونه؟ آقا چرا؟ خب چه ربطی داره؟ مثلا آدم با دوست دخترش نمیتونه مشروب بخوره؟ خب نه که تو خونه. خب کجا بره مشروب بخوری؟ بیرون پلیس میگیره ما رو. دیدی حق نمیگم؟ حق میگم یا نه؟ خب بگیر دختره رو بگیر بشین تو هم مشروب بخوری تو خونه. حتما باید بریم بگیریم که بعد بیایم خونه مشروب بخوریم. جسارتا قد شما چنده؟ 168. 168. قد منم که دیدین دیگه. خب برای خودش که حله دیگه، یعنی میتونی بیای خونمون. چه ربطی داره؟ قدم بلنده دیگه، این معیار نبود برای دختر قد بلند. چه ربطی داره آخه؟ واسه من معیار نیست. آقا باشه نمیریم خونه، من میام خونتون. خونه ما همیشه پره. نمیام. بابام هست. نه تو ماشین مشروب می‌کنیم بیرون. ببخشید عمل زیاد کردیم. حتما باید مشروب بخوری. مشروب بخوریم سر صحبت آخه باز میشه. الان داری صحبت می‌کنی چیکار می‌کنی؟ الان آخه زبانم موش خورده. صحبت چی مثلا؟ صحبت. نه صحبت درست، صحبت آینده. الان هم صحبت می‌کنیم دیگه. با مست می‌خوای راجع به آینده صحبت کنی؟ خب الان راجع به آینده با صحبت می‌کنیم. هم یه آشناییتی داشته باشیم ببینیم وایبامون به هم دیگه میخوره یا نه. خب که اگه اوکی شدش ان شاءالله با خانواده هم بیایم نشون کنیم. بیا دیگه. خب نه الان که نه، حالا بیام. اوکی. برای اینکه بیام خونتون بعد. الان صحبت نه، الان صحبت بکنیم ببینیم میخوریم به هم اخلاقمون معیارمون. هر کسی یه معیاری. من خودم خط قرمز کلی دارم. خب بگو یکی. ندارم فعلا، الان برای تو ندارم. الان ندارم. نه ولی یکی خط قرمزام اینه که دختره بهم دروغ نگه. به حرفام توجه کنه. من اصلا بلد نیستم دروغ بگم. به حرفام توجه کنه. مثلا باهات صحبت میکنم تخم چشای من نگاه کنی. الان زور بزن تخم چشام.
زور زدی؟ آره. خب حالا بذار منم زور بزنم تخمه چشات خب بعد شما ورزشی که میکنی چه ورزشی میکنی؟ چه ورزشی؟ فیتنس کار میکنی؟ آره. خب خوبه منم بدنسازی کار میکنم. من بدنسازی بدم میاد، لاشیم. بدنسازی بدت میاد؟ آره لاشیم. ببین من بدنسازی کار میکنم، لاشی نیستم. هستی. آقا نیستم، تو خود فیتنس کار میکنی. خب منم دارم میرم بدنسازی فیتنس. خب پسرای بدنساز لاشیم. چرا؟ هستن دیگه، چون همه دیدن لاشیم. آقا بین همه این 10 تا انگوش شبیه هم دیگه است؟ نه. ربطی داره همه بدنساز لاشی هم. لاشیم. من هرچی بدنساز دیدم لاشیم. حالا من لاشی نیستم. هست. آقا اصلا من بدنساز نیستم. من چه گویی باشم که بخوام بدنساز باشم. خب بدنساز یعنی اگه بدنساز باشم مثلا رل نمیزنی؟ نه؟ خب لاغر بشم یا توپل بشم خوبه؟ باید ایربگ داشته باشیم. جدی شیکم دوست داری؟ آره. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا الان شیکم گنده دوست داری؟ چون اونا پول دارن، بازاری ها همه شیکم گنده، پولگاه خرج کن. برای خرجه میگی؟ ای کار چرا؟ نمیدونم بالا من خودم شیکم دارم اینها. این شیکم این لباس گشاد پوشیدم که شیکم معلوم نشه. میخوام بلیط سینما بگیرم. اسم مامان تو بگم. چی بگم؟ اسم مامان تو. اسم مامانم بعد سینما بگم؟ آره. اینجا بله. خب اسم نام مادر. بلیط سینما چه ربطی به اسم مادر داره؟ میخواد دیگه. خب مگه میشه سایت چه ربطی به اسم مادر داره؟ اسم مامان تو نمیخوام بخورمت که. اسم مامانم واسه چی باید بهت بگم؟ آقا نمیخواد بلیط سینما رو کنسل کن، بالا میشیم میریم کنسرت. اوکی. کنسرت میریم پارک هرم میریم. باشه. چرا واقعا واسه چی می‌خواستی؟ دوانویس؟ که چی معلوم دوانویس بگی. راستی اسم من تو گوشت سیف کردی؟ اسم تو رو عزیزم. اسم مامان تو چی سیف کردی؟ عشقم. اسم خودش چیه؟ اسمش رو سیف کردم عشقم دیگه. خب نه اسم اصلیش چیه؟ اسم اصلیش چیکار داری نوشتم عشقم دیگه. چه ربطی داره؟ خب بگو دیگه اسمش چیه؟ آقا اسمش عشقمه. اسمش رو سیف کردم عشقم. چیز دیگه سیف نکردم. هوا رو نگاه اونور چقدر گرد و خاک شده. پشمام نگاه کن اونور نگاه کن. خب دیگه باشه نمیخوام بگی. تولد مامانم عزیزم چی بگیرم برای چیزی نه. من بگیرم؟ کیکشو بگیری؟ آره کادو مادو فقط نمیدونم چی فقط برش. اسمشو بگو میخوام برسم به کیکش. خب کادو میگیریم کیک نمیگیریم. خب نه اسمشو بگو میخوام برسم به کیک. خب نمیدونم کیکو بده کن چرا کیک بگیریم کادو خب میگیریم. کیک میخواد آقا کیک دیگه سنی هم مامانم گذاشته چرا باید کیک بگیریم؟ خب کیک میخواد آخه. آقا کیک چی میخواد برای تولد؟ خب کادو میگیریم چرا همش با کیک بگیریم نمیدونم. کیکو کی میخوره بعد چربی میاریم بابا بده میگم. خب اسمشو میخوام برسم رو کارت تبریکش. عزیزم اصلا مامانم الان تولدش دیگه دو سه ماه دیگه. من یه گوی خوردم تو نباید گوش کنی که حرفای من. بگو دیگه نمیخوام بگم اسم مامانم. تو اسم مامانت چیه؟ نگار. اسم قشنگه. مامان رو نمیشه. این دوستن دوران دبیرستان با هم دوست بودیم. اسمش یادم نمیاد. اسمش همه اسم مامان تو بود. اسم مامانت چی بود؟ اسم مامان من همه اسم دوست تو بوده. آره اسم مامانت چی بود؟ اسم دوست چی بود؟ یادم نمیاد. بگو یه دقیقه اسم مامانت. نمیخوام بگم. چرا بگم؟ اون فندکو به من بده. فندکو به من چی؟ بده. فندکو به من بده. بیا. اینو چقدر خوشگله. چی؟ ببین اینو چقدر خوشگله. این چقدر خوشگله. خب آخه آروم میگی نمیفهمم. میشه سیگار نکشی؟ چی گفتی؟ سیگار نکش. چرا نمیشنوی؟ آروم میگی. نمیتونم با آدم کج باشم. نرو بابا میشنوم. الان فهمیدم چی گفتی. عرب نرو. بیا. تو خیلی کری. آروم بگو خب. چیز یعنی بلند بگو بفهمم. دوستان من نمیدونم دیگه خیلی آروم صحبت میکنه. آقا صدای من انقدر بلنده همه میگن به درد چک پاس کردن و تو چجوری نمیشنوی؟ ذهنم درگیره.